6 تن از سوی نیروهای امنیتی حوزه 15 در کابل بازداشت شدند. دغه یو شپږ کسه مظنونین سارقین موږ نیولي دي نو په مختلفو جرمونو باندې چې یو تعداد د کورونو غلا کوي او یو تعداد د موټرو غلا دي. این افراد در چندین قضیه سرقت‌های مسلحانه دست داشته و در تحقیقات ابتدایی به چندین سرقت اعتراف نمودند. پیش در حکومت سابق میکردیم دوزی، حال از وقتی که امارات اسلامی آمده بود نکرده بودیم. بار اول ما بود که بیادر کت جوارنام رفتیم در دوزی سر موتر، بیادر کارم نشد، موتروان دستاندازی کرد ما جوارنام گفتیم فایر کو، جوارنام هم فایر کرد، در پای ما خورد، هم موتروان زخمی شد. موتروان که از چی شد؟ درگیر شد. ما نمیخواستم فایر کنم. این صدا کردم فایر کنم، سر صدا انداخت. ما فایر کردم زیر پایشان. اولین بارم بود فایر کردم در زیر پای زیا که پایشم چیز جنجالشان حل شد. در پای زیام خورد، در پای زی که مرمی خورد دیگه ما میتو کشیدیم خدا سایه. قضیه فهمیدی عرصه ما داریم. یک مونه که بگویم یکی ما داریم. هر شب می آدم میبرامد، همی کلاشینکوف نمیجش. می فهمیدی میریم من تو میکنیم بالاخره فهمیدی سرنوشت ما دینمی رسید. یو هفته مخکې د حمل په درې ورځ باندې د یو واقعه د ماخستن ټیم کې شو چې یو په سړک او شناسي هوټل پروان سره یو مرګره موټر کې ناسو بنس موټر ور سره و نو دغه درې کسه مسله کسان ورغلي د موټر نه څنګه راکوزي هغه ور سره لګ ځان بند کړی ده نو بل اخر دوی ډزې پکړي هغه سړی هم زخمی کړی دوی خپل یو مرګره هم لګیدل نو بیا د کشفي معلوماتو په اساس باندې مطلب کوشش هم ډیر وکړ نو الحمدلله دیم گیر کړه نو دی په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی. نجیب جبار و جلیل هین دزدی یک تن را با فیر مرمی شدیداً زخمی نموده که فعلا در یکی از شفاخانه ها در کابل بستری است. با بسیار نامردانه با سالهای دزداشتشان سر ما چندین مرمی و فیر نمودن و مرا شدیداً مجروح ساختند. اقارب فرد متضرر از اقدام نیروهای امنیتی اظهار خرسندی نموده و از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهد تا با مجرمین برخورد جدی قانونی نمایند. که همیشه متجاوزین مال و ناموس و همه چیز مردم هستند. با توفیق الله سبحانه و تعالی سعی تلاش امی مجاهدین امارات اگر نمی بود ما امروز دست به دستاورد نمی داشتیم. این حکم الله سبحانه و تعالی است و این مطمئن هستم که مکلف است امارات این جاری میکنه و خواهش میکنم که ما به در تقاضای جاری شدن حدود خدا را داریم. بس خلاص. این فرد عبدالله نام دارد. با سه همکارش از سوی مسئولین امنیتی حوزه 15 هم بازداشت شدند. این گروه متهم به سرقت منازل هستند و از نزدشان 1 میل تفنگچه، 1 پای تلویزیون و مقدار پول نقد به دست آمده است. از ما 1 میل تفنگچه دیگه در یک قضیه خانه است فهمیدی که یک دو دانه اندیوالا دیگه ماست توجه در آمدن یک چند روپا پیسه نقد بود 85,000 روپا را کشیدن دیگه 1 دونه تلویزیون بود در موتر شتگی بودیم در چک پوینت های ما که توجه تلاشی کرد تفنگچه را پیش ما گرفت دیگه. دیروز ما عبدالله در چیز بودیم یک بر ما زنگ زد جواد همراه فواد شما کجا هستین؟ ما طرف دکان میریم گفت این ما رو بگیرین در گلوی پارک هستیم. از گلوی پارک من فواد نام جواد نام بالا کردم در بین موتر که در پیش جواد 1 میل تفنگچه است که تفنگچه از جواد است همیشه چیز است. رفتیم طرف گلوی پارک رفتیم گفت یک جای گوشه که ما کار دارم گفتم چی میگیری گفتین یک موبایل است میگیریم تیز که پس میریم اونجا گوشه کردیم موتر امارات آمد ما رو تلاشی کرد در بین موتر متفنگچه پیدا شد ما رو گرفت. دیروز ما در خانه بودم و ما جواد نام زنگ زد گفت بریم گلوی پارک ما چارایی آمدیم جواد دیگر زنگ زدیم در موتری بالا شدیم تفنگچه از جواد بود در موتر کمار امارات اسلامی استاد کرد تفنگچه ما را گرفت خود ما را در قضیه سرقتی جا صفات ما را زنگ زد موشه گفت بیا بریم این تو خانه از منطقه میگیریم اوجا رفتیم یک سی طلایش گرفتیم که 90,000 روپا فروختیم دیگه چیز از خانه ما نکشید تفنگچه است اموجا بود وقتی کوارا میگفت صفات میگفت بیار چیزای تو نه میگفت نیست صفات هم زده شه بعد از او برام آمر کشف حوزه 15 هم در پیوند به بازداشت این افراد چنین میگوید. دی د فواد نامې دا لکان چې د کورو غله دی د سیری خوجه بغرا ساحه کې 13 شپه یو کور وهله او نو چې دلته کس موږ ته حاضر شو چې کور رانه وهله یو نقدي پیسې وړي دي تینه بعضې وسایل د کور وړي نو دوی هم د کشفي معلوماتو په اساس باندې پرون الحمدلله مسلح گیر کړه 3 کس دي چې یو کس د جاوید په نامه
تښتېدلی دی نو هغه هم تحت پیګر کې دی انشاءالله چې وبینی شو.